مهراب سلام. سلام. فردا در ابوظبی ورزشگری تاجیک سمندر مرادوف بر ضد ورزشگری ازبکستانی بابور قربانوف برآمد داره. با سمندر چی تمنیات داری؟ قبل از هر چیز سلام عرض میکنم خدمت فارسی زبانای عزیز، همه دوستای فارسی زبان که این فیلم رو دارن تماشا میکنن. من واسه سمندر عزیز آرزوی موفقیت میکنم و میدونم که پیروز از میدون مسابقه بیرون میاد، چون که تاجیک دیگه مساوی نداره، اون یه ذره برد داره دیگه، باخت هم نداره. بهترین. میدونی سمندر بعد همین چیش فایتش باید که حتما در شرکت UFC عضو بشه، قرارداد بنویسه. من واسش آرزوی موفقیت میکنم و میدونم که مطمئنا به اونجا میرسه و اونجا مقامات خوبی هم کسب میکنه. ان شاء الله. کمربند UFC مال خود سمندره. ان شاء الله، چون که یگان باخت نداره. ان شاء الله که تا آخر اینجوری میروه. مهراب جان با شما موفقیت. تشکر از شما، از مربی عزیزم آقای مکرم. خداحافظ. سلامت باش.